21 سالروز فرخنده تداوم فعالیت‌های موزه زنده سفال، سرکار خانم عطیری مقدم استاد گرامی از من خواستند که دقایقی در خدمت شما باشم و در مورد مسائل زیست محیطی که ما الان باش درگیر هستیم صحبت کنم. واقعیتش این هست که ما باید دنبال مشترکاتی فیمابین باشیم، یعنی من با شما، من به عنوان یک اکولوژیست و شما به عنوان هنرمند. من فکر میکنم که همین مهمترین چیزی که ما داریم این هست که موجود زنده هستیم. بالاخره بشر در کره زمین در زیست‌سپهر زندگی میکنه. شاید دیدگاه یک هنرمند سفالگر این هست که الهام بگیره از طبیعت، نگاه میکنه به گل یا درخت. و من در جای اینجا در نمایشگاهی که قبلا رفتم دیدم آفرینش اونها رو در آثار هنریشون دیدم. اما دیدگاه یک اکولوژیست این هست که اجزا رو بررسی بکنه، ارزش آحادی رو بسنجه، ارتباطات و روابط و چرایی ها رو بین موجودات زنده داشته باشه. اما در شرایط حاضر با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در حیات بشری وجود داره، همه ما باید یک صدا عمل بکنیم. شما واقعیت این هست که می‌بینید ما با انواع معضلات زیست محیطی روبرو هستیم، از آلودگی خاک، هوا، آب که الان خب مسئله اصلی از بحران آب، شکستگی آبی، کمبود آب شیرین تا آلودگی‌های دیگر که به منظر دید، به آلودگی صوتی و شاید ده‌ها محور دیگه که خب جای اونها مسلمه که اینجا نیست که بحث بشه و شاید هم ساعت‌ها، روزها، جلسات که مسلمه از حوصله جمع خارج خواهد بود. اما واقعیت رو بدونیم، این که در واقع بشر اگر اول شروع کرده سازشی بوده با طبیعت، این که چی بخورم چی نخورم، کدوم گیاه بخورم کدوم نخورم، کدوم سمی هست کدوم دارویی هست، کدوم حیوان رو میتونم مثلا نگهداری و شکار بکنم، تا میرسه به مراحلی که کشاورزی میکنه، دامپروری میکنه. حالا 10,000 20,000 سال از اون مرحله که کشاورزیش رو در واقع سندی میکنه دیگه از قنات خبری نیست، میره به چاه زدن، چاه‌های عمیق که الان میبینیم. یعنی میخواد طبیعت رو فشرده بکنه و ازش در واقع استفاده و بهره کشی بیشتر اندازه بکنه که این مسلم هست که مشکل ساز هست و ما الان معضلات اون رو در جای میبینیم. اما ما کجا نشستیم میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم؟ حاشیه نرم در رابطه با خانه‌های قدیمی که در واقع خانه‌های تاریخی که الان در این جمع شما در این جمع حضور دارید. همونطور که استاد اشاره کردن و راهبردهایشون، نقطه نظراتشون، ایده‌هایشون شکل گرفته در چنین حیاتی تاریخی که شما میبینید از گیاهان بومی کم نیاز به آب استفاده شده. مثلا فرض کنید درخت سنجدی که اونجا مشاهده میکنید مال چند سال پیش هست، ولی رشدش رو میبینید که چقدر خوبه، چون مال این منطقه است. یا مثلا فرض کنید انجیری که به صورت خودرو شما مثلا در جای میبینید، میتونید ببینید. مثلا فرض کنید مرز ایران و ارمنستان تشریف ببرید، آذربایجان میبینید که درخت‌های انجیر به صورت خودرو سبز شدن.
یا شما در متن باغچه اگر دقت بکنید زنبق میبینید، زنبق هایی که ریشه های ضخیم دارن، ریزوم دارن، آب رو تو خودشون ذخیره میکنن، در نتیجه نیاز آبی کمتری رو دارن. اما من چرا اینها رو میگم؟ مسلم هست که زحمت کشیده شده برای اینکه چنین خانه‌ای حفظ بشه، احیا بشه، اینجوری بگم خدمتتون، و در واقع نقطه نظرات اعمال شده. شما مثلا فرض یه حوض رو نگاه میکنید، این حوض خودش یک اکوسیستم مصنوعی از اکوسیستم آب هست. یعنی شما هم توش بخش غیر زنده میبینید، خاک میبینید، آب میبینید، بالاش هوا میبینید، گیاهی میبینید که تولید کنندش هست، ماهی میبینید که مصرف کننده اون ذربت‌ها، فیتوپلانکتون هایی که تو هست. یعنی یه سیستم رو در واقع میبینید. بالاخره اینها الهام بخش، شما میبینید الهام گرفتن. روی همون شما اردک‌هایی رو میبینید، حالا به صورت سرامیکی که اونجا در واقع جای گرفته. بالاخره از این اکوسیستم های آبی چی شده؟ استفاده شده و در واقع خلاقیت داره. اما من در واقع این رو میخوام در پایان صحبتم بگم و در واقع جمع حاضر رو ترک بکنم، این هست که یک سری بایدها و نبایدهایی وجود داره که به عنوان محدودیت نیست، بلکه در واقع ادامه این هست که بقای این چنین محیط‌های سبزی باشه و این انس با طبیعت رو برای ما چکار بکنه؟ تداعی بکنه. من در واقع امیدوارم که یک کدهای اخلاقی برای چنین خانه‌هایی هم تعریف بشه، مثل همون چه برای پارک‌ها، برای جنگل‌ها در کشورهای جهان اول وجود داره، در